امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر سکه‌ای درست که یک روی آن بورس است و یک روی آن دلار. آقای ابن ترامپ، تو که حسن را ترسو خواندی و میدان گری، چشم باز کن و ببین، گوش باز کن و بشنو. حسن اگر ترسو بودشان نتانیاهوی سگباز میمونبازتان این همه آدم اجیر نمی کرد تا شر او را بخواباند. آل هاشم تا زمانی که نزاع باشد با آشتی بیگانه اند. مصلحت مستبین اقتضا کند از رویارویی با این طایفه ابایی ندارد.